بچه ها همین الان ما داریم میریم به سمت مقصد بعدی. جای همه تو خالی. از این هتل خوشگلم خداحافظی میکنیم. سمن هتل خوشگلمون. داریم با کشتی میریم ایبیزا و من خیلی هیجان زدم برچون دارم چیزایی رو تجربه میکنم که هیچ وقت حالا تجربه نکردم و مطمئنم که خیلی جالبه. حتما از تمام مراحلش براتون استوری میذارم. خب بچه اینجا یه سری دفاتر هست، میاید پاسپورتاتون رو کنترل میکنید. اینجا که میبینید یه مسئولی هستش برای اینجا نشستن. اینجا دفترشونه که پاسپورتتون کنترل میکنید و میتونید بعد برید سوار کشتی بشید. بچه از مرحله‌ای که میخواین سوار کشتی بشین و بیاین تا پورت یکم پیچیده بود، چون ما درست پیدا نمی‌کردیم که کجا باید بریم. هیچ نه آدرسی نشون میداد نه تو مپ نشون میداد. خلاصه ما شانسی پیدا کردیم. بعد یک ون جلوی دم همون جایی که می‌خواستیم بیایم منتظرمون بود. سوارمون کرد. اول آوردمون دفتر برای پاسپورت کنترل چکینشون در است. پاسپورتامون رو کنترل کردم و دوباره سوار ون شدیم که بریم به سمت کشتی. حالا براتون در ادامه مسیر حتما میذارم اسم جایگاهشون هم GNV هستش. ترمینالی که برای مسافرها هسته، چون که اینجا بندره و با جابجا میشه و اینا. اینجا برای که برای مسافرها هستش. ما با این ون اومدیم، الان میخوایم وارد این ترمینال بشیم که از بندر والنسیا ما رو میبره به آیزا. چاو. Thank you so much. اینجا وارد میشیم و فرودگاه داره. بچه این پشت سریعه من نگاه کنید. تازه یه سریعش من رفتن همه سمبالا با بزرگم اینا زیبارویان قبل از انقلابن. دارن با ما میان ایبیزا. اشغال آگاهی نگاهشون کنید، یعنی همشون بالای 65 ببینید به خدا خیلی فعالن. عشق دنیا رو اینا میکنن. ما دوباره پاسپورتمون رو چک کردیم و اینجا میایم وسایلمون رو چک میکنن و میریم به اون سمت. پس برای رفتن به ایبیزا که ما همینجور که گفتم داریم با کشتی میریم و اینکه یه سری اطلاعات خواستم بهتون بدم. ما در اصل اتاق رزرو کردیم. شما میتونید صندلی رزرو کنید یا حالا یه صندلی یکم راحت تر. یه سریاش نیمکته، یه سری صندلیه و اتاق هست که ما اتاق رو گرفتیم و حالا اطلاعات هزینه‌ایش رو هم حتما بهتون میگم، چون که خیلی تجربه جالبی بود برای من که واقعا دوست داشتم تجربهش کنم. Thank you. Ciao. خب ما بلیطمون هم اسکن کردیم و فکر میکنم که این کشتی باشه که ما داریم باش میریم. چقدر زیبا و خوشگل، هوا بی‌نظیر، جای همه که خالی. ما داریم میریم سوار کشتی بشیم. این مسیر کشتی هستیم. اول ماشینای ترانزیت سوار کردن و یک سری کسی که با ماشین سواری خوشی دارن میان
Ay, papi, es un desastre. Ay, vamos a comer pescadito. ریسیپشن هستش، باید بیاید دوباره بلیطتون رو نشون بدید و بگیرید و به سمت اتاقتون برید. این محوطه یک تیکه از کشتی هست. اینجا هم آسانسور هست، شما میتونید با آسانسور به طبقه ای که بهتون اتاق دارن برید و اونجا استراحتتون رو کنید. هر قسمتش هم یه چیزیه. دیگه اتاق ما رو بهمون تحویل دادن. داریم میریم به سمت اتاق. این که میبینید راهروهای کشتی هستش که تمامش اتاق هست. شما میتونید اینجا بمونید. اتاق ما شماره فکر کنم 722 هستش. این اتاق ما هستش که بفرمایید نشونتون بدم اینجا رو. این سرویس حموم دستشویش هست همونطور که میبینید. اینجا ما 2 تا کمد داریم که برای 2 نفر هست. یک تخت این سمت، یک تخت این سمت و اینم ویو ما که به دریا هستش. به به، جای همگی خالی. 2 تا تخت هم بالا هستا. غذا رو از توی کشتی سفارش دادم. شد 15.70 یورو. 15 یورو 70 سنت درست. بخوریم ببینیم چجوریه کیفیت غذاش. ما رسیدیم. الان ساعت 5:30 صبح. اتاقمون رو میخوایم ترک کنیم. این سفر جالبم تموم شد. اینم پورت ایبیزا. خیلی سفر جالبی بود. به ایبیزا خوش
این تایمی که تونستیم بخوابیم و از تایم مردمون که از تایم خواب بود استفاده کردیم برای اینکه تو راه باشیم و بیایم اینجا. خب خیلی خودش خوب بود و تقریبا 5 ساعت راه بود از والنسیا به ایبیزا با کشتی هم خیلی بزرگه، تصویری بود. حالا داریم به سمت هتلمون. در این راه براتون استوری جذاب میگیرم، همه چیز رو بهتون میگم. باید چقدر من خوب کردم. بزرگه خودتون ببخشید.